محله‌ام را چنان یاد کردم که گفتن نمیتوانم. هر دقیقه که به محله‌ام نزدیک میشوم دلم گم میزند. شهری را که در آن خواندم البته دوست می‌دارم، لیکن هفت بهار برای من دیگر است. در اینجا تولد شدم، به وایه رسیدم، پاک دامنی و پاک سرشتی را از آدمانش آموختم. تمام اولاد من یعنی عدلگی ها در این محله سالهاست که اتفاق زندگی میکنند و من هم خوشبختم که نهایت به نزد آنها برمیگردم، به اویلم، به خانه گرمم. حمزه عدلگی، قهوه خونه شماست. گپ زنید. چی شکایت دارید؟ حاجت به گپ زدن هم نیست کمیسر. همه چیز معلوم است. عمر جیان من است. لیکن چنان به عقل است که قهوه خانه همه کس را سزانده است. فکر نکرده است که خواه و ناخواه کسی او را میبیند. کمیسر، ما گویا عمکای عمر هستیم، لیکن از وقتی که پدرش را به حبس گرفتن با او کم شده است. چیکاری که نکنیم با را دشمن می‌حسابد. پیش از این حادثه هم وای به ما رفیق کمیسر تهدید میکردن. تهدید. دروغ است سردار، همش تهمت است. باز چی نیرنگ بافته ایستادند. صبر کنید، به شما هم نوبت میرسد. التماس به جایتان شینید. کنی گپ زنید. شما در وقت حادثه در آنجا بودید؟ برای شاهدی دادن به اینجا آمدید؟ یعنی با چشمان خود دیدید که قهوه خانه را عمر سوزانده است، همین طور؟ بله دیدیم سردار. او من و رفیقانم را ندید، لیکن ما همش را دیدیم. عمر قهوه خانه را سوزاند. خوش عمر، شما شنیدید؟ به این چی میگویید؟ همه این دروغ است کمیسر. این آدم ها در نزد یمک هاشم هم کار میکنند. معلوم است که آنها برای کی شاهد میشوند. من دیشب در دیگر جای بودم، حتی از نزد قهوه خانه نگذشتم. شاهدهای ما در همین جا سردار. همه‌شون برای شاهد بودن آماده‌اند. اگر قهوه خانه را اون نسوزانده باشد، پس دیشب در کجا بود؟ اثبات کند. بگوید در وقتی حادثه کجا بودید؟ شاهد دارید؟ هست کمیسر. در آن وقت در نزد یک نفر بودم. خواهید پرسید. خدا شاهد. در بازگشت از نزدم برآمد یک نامپز. او را معاینه کردم. یعنی همین طور عمر. سراغش را از او گیرید. نامپز را پیدا کرده بیارید. کنی بینه به ما چی میگوید؟ خاموش. سردت نرو. سردت. نزدی مادرم نروم. خاموش بکن بازو. دیگر مادر نگو. مادر ندار دیگر هیچ گاه نمیبینی. چی گپ شد؟ فکرت تو دیوانه شده مگر؟ وای هنوز خورد است. شما کاردار نشوید. نکن پسرم. غیر از من همه به این کودک دخالت کردن. انا برای همین پدرش رو گوش نمیکند. گوش نمیکنم. من نزدی مادرم میروم. چی گفتی ما رو گوش نمیکنی؟ این خیلی باشد تو گوش کردن. سرده کودک رو. سرده. سرده مادر. انا در همین جا میمونی. در رو گوشوید پدر. گوشوید در رو گوشوید. من نزدی مادرم میروم. پسرم. بفایده داد نزن. گوشوید در رو. تا ما رو گوش کردن، تا مادرت رو فراموش کردن، در همین جا میمونی. با تلفن جواب ده دخترم. مادر جان گوش میکنم. فکرت از دست مکتب ثروت رو گرفته رفت. مانع شدن نتوانستم. چی گفتی یعقوب؟ بابا زوری گرفت. با این احوالم هم هیچ کار کردن نتوانستم. ثروت رو به نزد خودش گرفت. پسرم رو به علی نمیدیم گفت. کی زن زد دخترم؟ علیه؟
این عذاب‌های داده حال از بینیت میبرد. فکرت کشو میگویم. فکرت کشو میگویم. چی میخواهی؟ پسرم را میخواهم. حق نداری او را از من گیری. اگر تو مادری او باشی من پدرش هستم. ثروت در نزد من میماند، فهمیدی؟ نمیشود فکرت. ثروت را نمیدهم. میمورم و نمیدهم. تو با من کم میگردانی ها؟ ثروت میخواهی ها؟ تو با من دست دراز کردی. آنه با تو ثروت. آنه با تو ثروت. آنه ثروت. فکرت آنه با تو با من دست دراز کردی. من کی بودم من تو نشان میدم. شما کلام نشد مادر. من با تو کی بودم من نشان میدم. من با تو ثروت رو میخواهی. با من دست دراز کردی. ثروت رو نمیبینی. با تو گفتم نمیبینی. من با تو ثروت میخواهی. لعنتی. اکا به خانه درستانم. چی واقعه شد؟ با تو به خانه درو گفتم. دخترم مادر؟ بیا دخترم به خانه درویم. نباشد همش بدتر می شود. اگر یک باری دیگر به در خانه آمدی از این هم بدتر میکنم. Yanga. انسان را حقیقت انسان می کند. شعور عائله برپا کردن به انسان شروع شده است. چطور باز انسان دیگر می شود. قدر و قیمتی در نزد چشم بوده را پرتافته به راهی پول و حرص رفته است. چطور باز به افق روشنی می براید. عائله‌اش را فراموش کرده تنها خود را به باطلاق نمی پرتاید. به مانندی کسلی سرطان به مردم رنج و ضرر می آورد و بس. فریاد فغان جانهایی که رنج و عذاب داده است به آسمان می رسد. تقدیرش غم و غصه می شود و از مردم پنهان می شود. اکنون بیماری بیرحمانه به بدنش در آمده است. کسلی سرطان فرمان دادن را شروع کرده است. این طوفان سخت در جایهایی است که تنها سوختن و مرگ آنجا می باشد. به مانند هشتکی بلند به گوشها زنگ می زند، چشمها را پرده می گیرد. متاسفانه آینده تیره و سیاه شده است. اکنون طوفانی سخت پیش از همه سوختن را از کم قوتها شروع می کند. یا خدا، نقشه‌مان برباز رفت. اگر این نونپزی دیوانه نمیشد نقشه کشیده امان عملی میگشت. گویا که این بیتار در پوست شیطان باشد. ما نقشه میکشیم با او دام میگذاریم، او چی کاری کرده از اون خلاص مییابد. این بار دویم است عمر. دعا کن که نونپزی گفتد راست برایت. بچه های ما به سراغ دادتان رفتن عمر. صبح امروز در راه انقره یک اتوبوس با آدمانش به صدمه دچار شده سوخته است. از بین جسدها یک حجتی نیم سوخته یافتند. متاسفانه عمر، جسد نونپزی گفته‌تان. شما یگان شاهد دیگر دارید؟ به ما بگویید. این کار در همیشه تمام می شود آقا.